یک آنالیز بسیار عجیب امروز داریم. آنالیز یک فرد 19 ساله که تا حالا تو زندگیش ورزش نکرده. طبق تحلیلی که ما توسط دستگاه آنالیزور انجام دادیم، این شخص 19 سال سن عددی داره، اما عضلات بدن ایشون طبق تحلیل ما یک شخص 34 ساله است. این نشون میده که شما زمانی که از بچگی حتی ورزش هم نمی‌کنید، عضلات شما زودتر پیر بشه تا سن عددی شما. ایشون تجمع چربی بسیار بالایی توی شکم و پهلوها داره و پایین تنه بسیار بسیار ضعیفی نسبت بالا تنه داره. من مربی توسط این تحلیل‌ها و بررسی‌هایی که انجام دادم میتونم یک برنامه‌ریزی دقیق از نظر رژیم غذایی و برنامه تمرینی برای ایشون داشته باشم که هر 45 روز به 45 روز بدن ایشون دوباره آنالیز بشه. بعضی از والدین این تفکر رو دارن که فرزندانشون در سن پایین نباید ورزش بکنن که نتیجهش متاسفانه میشه مثل ایشون و کار ما بسیار سخت خواهد بود.